ترفندهای کاربردی که 99% از اونها بیخبرن. بند شلوار اسلشتو میکنی داخل و یهو گیر میکنه؟ بند بلند رو تا کن. 5 دور بند کوتاه بپیچ و از حلقه رد کن. حالا هر چقدر بخوای شلوار رو سفت یا شل کن. 2. مشخص شد این روش درست نگهداری جوراب هاست. 3. زبونه قوطی نوشابه رو ننداز دور. به چوب لباسی وصلش کن تا لباس بیشتری آویزون کنی و جا ذخیره بشه. 4. کاسه زیاد داری؟ بچرخونشون و داخل یه بشقاب بزرگ بچین. 5. تخم مرغ آبپز رو بنداز توی لیوان آب. درشو بگیر و تکون بده. پوستش خیلی راحت جدا میشه. 6. در شیشه باز نمیشه؟ یه نخ رو دور در بنداز. آروم بچرخون، راحت باز میشه. 7. بیرون غذا میخوری؟ با کاغذ و چوب غذاخوری یه پایه موبایل درست کن. کدومو بلد بودی؟